کیمیا. امروز قراره بریم یه سری بزنیم به دنیای مغز و کشف کنیم که چجوری داستان‌ها روی مغز و ذهن ما اثر میذارن. آماده ای؟ 1. داستان مغز ما رو درگیر میکنه. وقتی به داستانی گوش میدیم یا میخونیم، فعالیت مغزی ما به عنوان شنونده یا خواننده نه تنها با فعالیت مغزی گوینده یا نویسنده هم راستا میشه، بلکه مغز ما شروع میکنه به پیشبینی اون چه که قراره در طول داستان اتفاق بیفته. اسم این پدیده رو میشه گذاشت همدلی نورونی یا نورال کاپلینگ و برخی از محققان بر این باورن که این ممکنه به ما کمک کنه تا بفهمیم چجوری و چرا با دیگران همدلی میکنیم. 2. داستان‌ها میتونن مثل یک تجربه اجتماعی باشن. داستان‌ها حواسمون رو میبرن توی ذهن دیگران، گویش‌ها، رفتارها، واکنش‌ها. مغز برامون مثل یک ابزار شبیه‌سازی تجربه اجتماعی عمل میکنه. مثل اینه که بدون خطر واقعی توی ذهن شخصیت‌ها زندگی کنیم. 3. با خواندن یا شنیدن داستان حافظه و احساسات تقویت میشن. اگرچه نکات کتاب‌های درسی با ارائه خشک خیلی زود از یادمون میرن، ولی وقتی در قالب داستان در بیان، انگار مغز شروع میکنه به یادداشت کردنشون و دلیلش حضور متداوم احساسات در تمام بخش‌های داستانه. 4. با خواندن یا شنیدن داستان اثرات شیمیایی مثبت رخ میده. قصه ها تنها فقط ذهن رو گیر نمیندازن، بلکه هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین رو هم آزاد میکنن. این یعنی بیشتر همدل میشی با شخصیت‌ها، بیشتر جذبت میکنن و بیشتر بهشون اعتماد میکنی. خلاصه داستان یعنی هماهنگی بین مغز شنونده و راوی، تمرکز بیشتر حتی سر کلاس، شبیه سازی اجتماعی برای تجربه احساسات و رفتارها، تقویت حافظه و ایجاد همدلی با آزادسازی اکسیتوسین. پس اگه میخوای یه نکته علمی یا یه مفهوم جدی یاد بگیری، ازش داستان بساز. با داستان مغز بهتر یاد میگیره، بهتر میفهمه و بهتر حس میکنه. این فقط بحث یادگیری نیست، بلکه یک تجربه انسانی. تا داستان بعدی و ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.